سلام آقای سپیری، رضوانی هستم از آژانس ماهان. بلیطتون تا فردا باید کانفرم شه. با من تماس بگیرید. متشکرم. افراد نیروهای امنیتی به طرف تظاهر کنندگان. این در حاشیه راهپیمایی بزرگ مخالفان دولت در روز دوشنبه در خیابان آزادی مقامات ایران گفتند که 8 نفر در این روز کشته شدند. داریشگاه داری خونه دور